من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بعد از اینکه مجموعی از دلائل عقلیه در این سوره مبارکه خوانده شد، الله عز وجل به تمام مکلفین، تمام بندگان دستور میده لا تتخذوا الهین اثنین. اما الله که گفته، کجا گفته؟ به واسطه رسول، به وسیله رسول الله می فرماید لا تتخذوا الهین اثنین، دو معبود، دو اله شما نگیرید، معبود شما یگانه هست. انما هو اله واحد، جزی نیست اون معبود یگانه هست. فقط او را اله بدانید، فقط او را معبود بدانید. فایای فارهبون، پس فقط از من بترسید، از من پروا داشته باشید، دون غیری، نه کسی دیگر. وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا. الله می فرماید فقط و فقط برای او هست، خلقا، ملکا، عبیدن، از هر جهت مخلوقی او هست، مملوکی او هستند، عبید و بندگانی او هستند. ما فی السماوات والارض، تمام آن مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند. وله الدین واصبا، فقط و فقط برای او هست دین. دین یعنی عبادت. واصبا دو معنی دارد، یکی واصب به معنی دائم، همواره، همیشه عبادت مال او هست، کسی دیگر را عبادت نکنید. یا اینکه واصب به معنی لازم، شاه رفیع الدین رحمت الله علیه نوشته وله الدین واصبا، یعنی دائما، ببخشید لازما عبادت مال او هست، مال کسی دیگه نیست. افغیر الله تتقون، آیا این زجر است؟ آیا از غیر خدا می ترسید؟ از غیر خدا پروا می کنید؟ و ما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإلیه تجأرون. الله می فرماید
آن نعمتی که نسبت به شما هست در وجود شما هست فمن الله، از جانب الله است. اینا موانع هستن که غیر از خدا از دیگه کسی نترسیم، دیگه کسی را عبادت نکنیم. الله می فرماید که هر نعمتی که به شما هست فمن الله، از جانب الله است. ثم اذا مسكم الضر فالیه تجأرون، سپس وقتی که به شما آسیبی میرسد به سوی خدا پناه میبرید، لا الی غیره، جای دیگه نمی روید، پس از غیر خدا هم نخواهید. ثم اذا کشف الضر عنکم، سپس وقتی که دور می کند از شما آسیب را، از شما مصیبت را، اذا فریق منکم بربهم یشرکون، در این هنگام یک گروهی از شما نسبت به ربتان شریک میگیرید. مشکل شما که حل میشه شما شریک میگیرید دیگران را با خدای عزوجل. لیکفروا بما آتیناهم، این لام هم لام عاقبت است. نتیجه چی میشه؟ عاقبت چی میشه؟ عاقبت این میشه که کفران میکنن، کفر میکنن به آنچه که ما دادیم، یعنی کفران نعمت میکنن. فتمتعوا، لذا خدا میفرماید چند روز بهره بگیرید، چند روز استفاده کنید. فسوف تعلمون، ان قریب شما میدانید. چی را میدانید؟ عاقبتکم، عاقبت کارتون را میدانید. ثم اذا کشف الضر ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، الله تعالی سرزنش میکند، توبیخ میکند اهل شرک را که آنان با وجود اینکه همه نعمتها از الله عزوجل هستند، برای آنانی که خودشون هم نمیدونند اونها معبودند، کیند کی نیستند، برای آنان سهمی از آنچه که ما تعیین کردیم سهمی جدا می کنند، سهمی از خیرات، از صدقات، برای خوشنودی اونها به نام اونها می دهند. و یجعلون لله و یجعلون لما لا یعلمون، قرار می دهند آن چیزی را برای آن چیزی که نمی دانند. نصیبا مما رزقناهم، سهمی از آنچه که ما رزق دادیم. اون سهم چی هست؟ شما قبلا خواندید، من الحرث والانعام، بخشی از کشتشان، بخشی از چارپایانشان را به نام خدایان قرار میدهند. و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا. پس آنان از اون رزقی که ما دادیم چرا سهمی برای معبودان خودشان قرار میدهند؟ الله با تخویف و با تأکید و با سوگند الله ذکر می فرماید تالله لتسألن عما کنتم تفترون، قسم به خدا، سوگند به خدا، شما حتما سؤال می شوید، بازخواست می شوید، عما کنتم تفترون، از آنچه که افترا می گفتید. افترا چی بود؟ افترا همین بود که من ان الله امرکم بهذا، می گفتن خدا ما را امر کرده. این که شما میگید خدا ما را امر کرده، از شما می پرسد خدا کجا من امر کردم؟ و یجعلون لله البنات، یکی دیگر از کفر و شرکشان بازم زجر و توبیخ، قرار میدهند برای الله دخترانی را. سبحانه، الله پاک است، الله از فرزند از دختر پاک است. و لهم ما یشتهون، برای آنان از هر چی که بخواند، هر چی که دلشون بخواند نسبت میدهند، هر چی که دلشون بخواد کفرگویی میکنند. خودشون از دختر بیزارند، از دختر فراریند. کسی بهشون میگه خانه تون دختری متولد شده، چهرهشون متغیر میشه.
و باز میگن خدای عزوجل دختر دارد و فرشتگان دختر هستند. دختر بودن و پسر بودن فرق نمی کند، اما الله عزوجل طبق دیدگاه اونها می فرماید و اذا بشر احدهم بالانثى، هرگاه مژده داده می شود، بشارت داده می شود یکی از آنان بالانثى، به دختری، ظل وجهه مسودا، میگردد چهرهش سیاه میشه، و هو کظیم، و اون پر از غم است. کظیم یعنی ممتلئ غیظا، پر از غیظ میشه، پر از غم میشه که چرا خونه دختری متولد شد. خیلی از جهلای زمان ما همین طورند. بسیاری از مردم که واقعا جهالت و نادانی هست، فرزند میوه زندگی هست. چه بسا دختران هستند که از پسران پیشی میگیرند. لذا بعضی نادانتر از این، هرچی که عصبانیت هست بر زن خالی میکنند، انگار به دست زن است. زن رو میگه، زن رو ملامت میکنه چرا دختر آوردی، و بعضی به همین خاطر تنبیه میکنن زن را، میرن زن دیگه میگیرند. یعنی اکثرا دیده شده کسانی که میرن به این خاطر، به این تنبیه که زن را تنبیه بکنه، میره زن دیگه میگیره، الله تعالی از اونم دختر میده. این به دست الله هست، به دست انسان نیست. انسان باید هر چی که الله برایش فیصله میکنه، نه اینکه راضی باشه بلکه خوش باشه که الله برای من محبوب من هست و رب من هست، برای من این خواسته، برای من این انتخاب کرده. الله بحث مشرکان را میکند که اونها دختری که خانهشون پیدا میشد، ظل وجهه مسودا، چهرهش سیاه میشد، و هو کظیم، پر از غم بود، پر از غیظ بود. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، مخفی میکند، پنهان میکند از قوم به خاطر آر و ننگ. من سوء ما بشر به، از بشارت بدی که بهش داده شده، از مژده بدی که بهش داده شده. ایمسکوه علی هون، در این مانده که آیا او را با ذلت نگه دارد، ام یدسه فی التراب، یا در خاک او را فرو ببرد. مونده که چیکارش بکنم. الله می فرماید الا ساء ما یحکمون، خبردار، آگاه باش، اینها بسیار بد فیصله می کنند، بد فیصله می کنند با این عقاید، با این دیدگاه های غلط و نادرست. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء، برای آنانی که ایمان به آخرت ندارند، همین مشرکین بودن که ایمان به آخرت نداشتند. مثل السوء، در دنیا ذلت و عقوبت، صفت بد. مثل السوء صفت بد. اون صفت بد چی هست؟ یا جهل است و نادانی هست، یا ذلت و عقوبت است. ولله المثل الاعلى، برای الله صفات اعلی هست، صفات عالیه هست. و هو العزیز الحکیم، اون عزیز است یعنی غالب علی امره، والله غالب علی امره معنی عزیز است، او هر کاری میتواند بکند. اما الحکیم، حکمت هست تو کارهاش، همین که مهلت میده و فوراً عذاب نمیده هم حکمت است. ولو یؤاخذ الله الناس، تخویف دنیوی و حکمت امهال اینجا هم بیان شده. چه حکمتی در مهلت دادن است؟ الله می فرماید اگر خدا به سبب ظلم فوراً مؤاخذه بکند، خب کسی نمی ماند، چون که هیچ کس نیست که ظلم نکرده باشد. در میان آبا و اجداد ما ببینید، گذشتگان ما، هر کسی ظلم کرده، ستم کرده، گناه کرده، اگر به خاطر گناه فوراً خدا مؤاخذه بکند، فوراً عذاب بده، نسل‌های بعدی اصلا درست نمیشه. اون وقت ما نبودیم. پس
این حکمت چی هست؟ امهال است که خدا مهلت میده، اینجا برای ظلم نمیگیره، جای گرفت مؤاخذه داره آخرت است. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه، اگر الله مؤاخذه میکرد مردم را بسبب ظلمشان، ما ترک علیها من دابه، بر زمین هیچ موجود زنده ای نبود. ولكن یؤخرهم الى اجل مسمى، اما تاخیر میدهد، مهلت میده الله تا مدتی معین. فاذا جاء اجلهم، الله میفرماید زمانی که اجلشان بیاید اون وقت عذاب داده میشوند. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یک لحظه تأخیر نمی کنند و یک لحظه تقدیم نمی کنند از اجل. و یجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى. برای دومین بار زجر و شکوه گذشته تکرار میشه. الله می فرماید که برای خدا انتخاب میکنند و قرار میدهند چیزی که خودشون نمیپسندند، اکراه دارند و دروغ و زبانشان به دروغ روان است و جاری هست و بیان میکند دروغ را. ببینید چه چیزی را برای خودشان نمیپسندند. چندین چیز هستند. یکی دختر که الان خواندیم، یکی دیگه شریک در ریاست و اموال که مثالش الان می آید. هر کسی دوست دارد در مال خودش شریک داشته نباشد. هر کسی دوست دارد که در ریاست و در پست خودش رقیب و همراه و شریک داشته نباشد. وقتی که شریک باشد مشکل میشه. این مال چقدر مال است، ماشاءالله رونق داره، ولی تنها مال شما نیست. یا اینکه پست مقامی این در جوار ما الان ملکی هست، دو تا رئیس دارد افغانستان، دو تا رئیس هستند. الان یکی اسمش رئیس اجرایی، یکی اسمش رئیس جمهوره. خب رئیس اجرایی همون رئیس جمهوره دیگه، ولی دو تا رئیس به هیچ کدوم نمی چسبد. اون میگه کاش که اون از بین میرفت، اون میگه اون از بین میرفت. لذا دو تا ریاست برای خودت نمی طلبی و همچنین در مالت شریک برای خودت دوست نداری، دختر برای خودت دوست نداری، همه را برای خدا دوست داری. میگه که مدبر و متصرف تنها خدا نیست، دیگران هستند. مدیریت مطلق این عالم به دست خدا نیست، دیگران هم هستند. خدا دخترم دارد. یعنی هر چی که برای خودت نمیپسندی برای خدا ذکر میکنی. الله می فرماید و یجعلون لله ما یکرهون، قرار میدهند برای الله آن چیزی که یکرهون نمیپسندند برای خود. یکرهون اینجا تفسیر جامع البیان نوشته ما یکرهون لانفسهم من البنات والشریک فی الریاست والاموال، دختران و شریک در ریاست. و تصف السنتهم الكذب، و زبانشان به دروغ وصف میکند، بیان میکند. چی میگوید زبانشان؟ ان لهم الحسنى. حسنى قبلا خواندید تفسیرش بهشت است، یعنی میگن برای ما بهشت است. الله میفرماید نه، اونطور نیست، تخویف. لا جرم ان لهم النار، همانا لا محاله شک نیست که ان لهم النار، برای آنان آتش است. و انهم مفرطون، آنان جلو کرده میشن. مفرطون یعنی مقدمون الى النار، تقدیم میشن به سوی آتش. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، این تخویف اخروی. قسم به خدا ما فرستادیم به امتهای قبل از شما، برای آنان هم شیطان اعمالشان را مزین کرد. فزین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان برای آنان مزین کرد، آراسته کرد اعمالشان را. فهو ولیهم اليوم، اون شیطان است ولی و حامی آنها امروز.
ولهم عذاب علیم و در آخرت برای آنها عذاب دردناک است. و ما انزلنا علیک الکتاب، حال فریضه رسول، ای رسول ما نفرستادیم بر تو کتاب را الا لتبین لهم الذی اختلفوا فی، مگر برای اینکه بیان کنی برای آنان در آنچه که اختلاف دارند. قرآن آمده تا اختلافات را حل کند، عقیده صحیح را بیاموزد. و هدی و رحمه، و همچنین این کتاب هدایت است علما و رحمت است عملا، لقوم یؤمنون، برای مستفیدین، برای قومی که ایمان میآورند. والله انزل من السماء ماء، دلیل ششم توحید عقلی هست. الله نازل کرد از آسمان آب را، باران را، فاحیا به الارض بعد موتها، احیا کرد به وسیله آن زمین را بعد از مردنش. ببین این قدرت کمی نیست. ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون، همانا در این آیه هست، نشانه هست بر توحید، بر قدرت لا یزال، اما برای قومی که گوش به حرف باشد، یسمعون، کلام خدا را گوش کند، انابت داشته باشد. و ان لکم فی الانعام لعبره، هر طرف نگاه کنی آیه هست، هر طرف نگاه بکنی نشانه هست. الله می فرماید برای شما در چارپایان عبرت هست، موعظه هست، درس و پند هست. چطور؟ نسقیکم مما فی بطونه، ما شما را می نوشانیم از آنچه که در شکمش هست. من بین فرث و دم، از میان فرث نجاست ها، پشگل ها، پسافکنده ها، و دم از میان خون، لبنا خالصا، از میان خون و از میان نجاست، لبنا خالصا، شیر خالصی هست، خالصه، هیچ قاطی نشده با هیچ نجاستی، با خون آلودم نیست. سائغا للشاربین، خوشگوار است برای نوشندگان، کسانی که بنوشند. ببین همین فکر بکن، الله عزوجل به چه سیستم پیچیده و جالبی، وقتی که این گوسفند، این گاو، شتر علوفهش را میخورد، غذاش را میخورد، این میره یک بخشش تبدیل به خون میشه، یک بخشش تبدیل به پسافکنده و نجاست میشه بلا نسبت، یک بخشش تبدیل به شیر میشه. چقدر اینا با هم تفاوت داره. اون دوتا نجسند، این پاکترین و مقویترین خوراک است. لذا این آیه هست، درس بگیرید. و من ثمرات النخیل، همچنین از میوه های نخیل، نخل خرما، والاعناب، و انگور، تتخذون منه سکرا، شما از آن چی میگیرید؟ سکر. سکر میگویند اون چیزی که باعث نشگی میشه، بلا نسبت مستی میشه. الله تعالی فرموده که شما از اون سکر میگیرید. این آیه در مکه مکرمه نازل شده، سوره مکی هست. اون زمان شراب حرام نشده بود، قبل از حرمت شراب است. و رزقا حسنا، این رزق حسنه متعلق به سکر نیست، متعلق به ثمرات النخیل والاعناب، که خود ثمرات برای شما رزق حسنه است، نه اینکه شراب الان حرام است، شراب رزق حسنه نیست. ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون، در همه اینها آیه هست برای قومی که عقل داشته باشند، درک بکنند. و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر، الله وحی کرد به نحل، به زنبور اصل. ان اتخذی صیغه مؤنث است، نه منظور ملکه هست. ملکه
که در رأس زنبورها و در رأس یک کندو هست و اونجا حکومت میکند، الله به او دستور داد که او به دیگران دستور بده، دیگه زنبورها، ان اتخذی من الجبال بیوتا، ها اینجا مطلق زنبورها هستند، ان اتخذی من الجبال، از کوها بگیر، بیوتا خانه، یعنی برای خودت خانه درست کن، و من الشجر، و همچنین درختها، بیشتر جاهایی که کندوها را درست میکنن برای خودشون در دل کوه هست، در عرض کنم که جاهای پناهگاه های کوه هست یا درختان هست، و مما یعرشون، آنچه که سقف درست میکنن مردم، یعنی انگورها زیر اونها یا زیر سقف ها، ثم کلی من کل الثمرات، سپس بخور از هر میوه، انواع میوه ها، فسلکی سبل ربک ذللا، برو راهی که ربت نشان داده، ذللا یعنی تابع مستقیم، برو به کندویت برس. زنبور همونطوری که در آیه اشاره شده، الله عزوجل به صورت عجیبی راهنماییش میکنه که یک جای اگر 100 تا کندو باشند، 1000 تا کندو باشند، هر کندو یک مجموعه جداگانه ای دارد. اینا که میرن دور دراز تو کوها، تو درختها، تو بوتها میگردن، از اون طرف که میاند یکی از اینها هم اشتباه نمیکنه، به کندوی دیگه نمیره، مستقیم به کندوی خودشون میاند. این همون الهامی که الله اینجا، وحی به معنی الهام است، الهامی که الله بهش کرده که مستقیم کندوی خودش بره، مستقیم همونجا میره. و نظام عجیبی تعریف میکنند، از آیات هم معلوم میشه که اینها نظم دارند، ملکه‌ای دارند و مطلقاً نمیگذارد که عسلی که اونجا هست اون عسل آلوده بشه. هر زنبوری که از بیرون آلودگی داشته باشد و بنا باشد که عسل را آلوده بکند، در همون ورودی ملکه جانش را میگیرد و او را از بین میبرد. اون نمیتونه بیاد و اونجا عسل تولید بکند، عسلی که آلوده هست و عسلی که میکروب دارد. بنابراین در کتاب‌های که کتاب حیات الحیوان و امثال این چیزهای عجیب و غریب نوشتند که معلوم میشه سیستم پیشرفته تر از انسانها دارد، ولی ما خودمون را عقل کل میدانیم. الله می فرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو، خارج می شود از شکمش شرابی، یعنی شربت عسلی که مختلف الوانه، رنگهایش مختلف است بر اساس بوتهایی که میخورد، بر اساس گلهایی که میخورد، میوهایی که میخورد. فیه شفاء للناس، در آن شفا هست برای مردم. ببینید علم قدیم و جدید، طب قدیم و جدید اتفاق نظر دارند که عسل شفا هست، اما عسل مطلقاً هر جا خورده نشه، بستگی دارد نوع مرض چیه و مقدارش، تجویزش چه نوع از کنم عسلی هست. اما عسل تأثیر خودش را حتما داشته و خواهد داشت. ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون، همانا در این آیه و نشانی هست برای قومی که بیندیشد. یتفکرون یعنی مستفیدین من الآیات. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر. دلیل دیگر، الله آن ذاتی است که شما را آفریده، ثم يتوفاكم، سپس الله شما را قبض کرده. نتوفا، توفی اخذ الشیء کاملا، يتوفاكم بقبض ارواحكم، ارواح شما را قبض کرده، شما را کامل گرفته. ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، بعضی از شما
برگردانده می شوند، برده می شوند به ارذل عمر، به بدترین عمر، به پسترین عمر، عمری که اون عمر زیبایی نیست، عمر خوبی نیست، عمری است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از او پناه خواست: اللهم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر. عمری که انسان دیگه همه چیز را فراموش می کند، فراموشی دست میده، الزایمر دست میده. گرچه الزایمر مریضی هست در سن پایینتر هم میگیرد انسان را، ولی ارذل عمر وقتی که بیاد انسان لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تا که نمیداند بعد از دانستن چیزی، یعنی همه چیز پاک میشه، همه چیز از بین میره. 2 ساعت پیش غذا خورده میگه هیچی نخوردم، 1 ساعت پیش نماز خوانده میگه نخواندم، هر دقیقه میخواند. لذا این همون عمر است. ان الله علیم قدیر، بدون شک الله تعالی دانا هست و قدرت دارد. والله فضل بعض على بعض في الرزق. اینجا خدای عزوجل مثلی بیان میفرماید برای توحید و شرک و برای معبود بحق و معبود باطل. ببینید حاصل این مثال این است: شما انسان ها متفاوتی در دنیا از نظر مادیات، از نظر مالی. مثلا یکی هست، یک آقایی هست سرمایدار هست، مال دارد، پول دارد، میلیارد دارد و یک برده هم دارد. این برده مملوکش هست، غلامش هست، مملوکش هست، در ملکش هست. آیا این کسی که میلیاردر هست این کار را می کند که همین برده خودش را، که این برده را مثلا به 1 میلیون تومان به پول خریده، نصف سرمایهش را به او بدهد، بگوید تو شریک من؟ این کار را کسی می کند؟ دیگری را میاره با خود مساوی می کند؟ هرگز نمی کند. پس همین مثال را برای خدا بدان. الله عزوجل خالق هست، مالک هست، رازق هست، تمام خزائن آسمان ها و زمین مال او هست. آیا خدا یک بنده ای را که مقرب خدا باشه، مملوک باشد، مخلوق باشد، اون بنده را بیاورد و نصف الوهیتش را به او بده، بگه این اختیارات مال تو، این تصرفات مال تو، این کارهای مرا تو بکن، خداییش را العیاذ بالله به او بده؟ این مثال اول برای فهم مسئله. والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. خداوند فضیلت داده بعضی را بر بعضی در رزق، بعضی سردارید، بعضی برده هستید. فما الذین فضلوا، نیستند آنانی که فضیلت داده شدند، آنانی که خدا اونها را بهتر قرار داده، برادی رزقهم، رزقشان را رد نمی کنند، نمی دهند، علی ما ملکت ایمانهم، به برده هایشون نمی دهند که فهم فیه سوا، که اونها در اون برابر باشند، یعنی آقا و مملوک، برده و ارباب هر دو برابر باشند. این کار را نمی کند. پس خدا این کار را می کند. اف بنعمت الله یجحدون. آیا به نعمت خدا شما انکار می کنید؟ احسانات خدا را فراموش کردید که برای خدا از مخلوقات خودش شریک قرار دادید؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. الله قرار داد برای شما، برای بقای شما، از جنس خود شما، من انفسكم یعنی من جنس انفسكم، همسرانی. و جعل لكم من ازواجكم بنین، و بعد از این ازواج و همسران شما برای شما فرزند و نوه و حفده. فرزند و عرض کنم که نوه نبیره برای شما درست کرد. و رزقکم من الطیبات، از طیبات، از مالهای پاکیزه به شما رزق بخشید. افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون. آیا به باطل ایمان می آورند اینها و به نعمت خدا کفر می کنند؟ بنویسی بعد از این دلایل، یعنی بعد از این دلایل باز هم به باطل.
و نسبت به نعمتهای الهی ناسپاسی میکنند. ببین درباره مثال اول که خواندیم علامه ابن کثیر نوشته اینکه مثال اول این بود که یکی از شما برده‌ای داشته باشد، آیا نصف مال را به او میده، او را شریک میگرداند. نوشته انتم لا ترضون ان تساووا و عبیدکم فیما رزقناکم، شما راضی نمیشوید که شما مساوی باشید، ان تساووا و عبیدکم، شما و برده های شما برابر باشید، فیما رزقناکم، در رزقی که ما به شما دادیم. فکیف یرضاه تعالی، پس خدا چطور راضی میشه به مساوات عبید له فی الالوهیت و التعظیم، برابر کنید بنده های او را و عبید او را در الوهیت و در تعظیم، مثل خدا تعظیم کنید اونها را، مثل خدا سجده کنید، مثل خدا در مقابلشون کرنش و رکوع کنید. خدا چطور راضی میشه؟ بله، افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون، نعمت خدا را کفر کردن چیه؟ ببین یکی از صورتهای نعمت خدا را کفر کردن اینه که نعمت از سوی خداست اما نسبت به سوی غیر خداست. نعمت را خدا داده ولی این میگه که غیر خدا به من بخشیده. بنده مثال عرض کردم، فرزند را خدا داده، این میگه پیر بخش یا نبی بخش، ولی بخش، نسبت میده به طرف دیگران، یا پیر داد، اینها میگه به من دادند. در هر عرض کنم خدمت شما که اصطلاحی یا عبدالحسین، عبدالرسول، هر جای این هست که نسبت به نعمت الله ناسپاسی هست. نعمت را خدا داده، نسبت به غیر خدا میده. ای یسترون نعمت الله علیهم و یضیفونها الی غیره، نعمتهای خدا را که بر اونها هست میپوشند و نسبت میدهند به غیر خدا. این هست به نعمت الله هم یکفرون. بله، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال الله تعالی، حدیثی هست تکان دهنده. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید خدا فرموده انی والجن والانس فی نبأ عظیم، من خدا و جنات و انسانها در خبر و نبأ عجیب و عظیمی هستیم. اخلق و یعبد غیری و ارزق و یشکر غیری، من او را پیدا کردم، او غیر من را عبادت می کند. من به او رزق دادم، اون غیر من را تشکر می کند، از من تشکر نمی کند. لذا افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون، معناش این هست. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض. الله می فرماید که عبادت می کنند غیر از الله، ما لا یملک لهم، آن معبودانی را، آنهایی را که آنها مالک رزق اینها نیستند، نه از آسمان ها و نه از زمین، شیئا، کوچکترین چیزی، ولا یستطیعون، در آینده هم نمیتوانند اینها را رزق بدهند. فلا تضربوا لله الامثال، برای خدا مثل بیان نکنید. انسان بیچاره خدا را که نمیشناسه برای خدا مثل بیان میکنه. مشرکین مکه میگفتند که ملائکه دختران خدا هستند، چون دختر محبوب انسان دختر را دوست داره، حرف دختر را نمی گذاره روی زمین، لذا خداوند به این صورت مثل بیان میکردند. خداوند حرف اینها را رد نمیکنه، اینا محبوبان خدا هستند. اهل خرافات و اهل شرک زمان ما همینو میگند، مثال بیان میکنند، میگویند همان طوری که در دنیا وقتی که بخواهی پیش یک مقام عالی، پیش یک رئیس جمهور، یک وزیر عرضه‌ای داشته باشی، مستقیم که نمیتونی، راحت نمیدن،
باید واسطه بگیری، باید بری پیش مدیر کل، باید بری پیش استاندار، باید بری پیش رده پایین ها تا این رده پایین ها واسطه ای باشند، نامه را ببرند پیش او، امضای دستوری برات بگیرند، مشکلت را حل کنند. این گونه مثال بیان میکنند. چه ظلمی، چه ستمی. الله را تشبیه دادن به این پادشاهان و بیخبر که از خود خبر ندارند. الله را به اینها تشبیه دادن و گفتن که باید با واسطه پیش خدا بریم. خدا که از حال من و تو همین الان خبر دارد، از دل من شما، از اعماق دل من شما خبر دارد. و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشی خدا با شما هست. الله تعالی سمیع هست، بصیر هست، صدای شما را میشنود و تمام احوال شما را میبیند. یا اینکه الله عزوجل هرگاه بخوانید الله میفرماید من اجابت میکنم. نحن اقرب الیه من حبل الورید، از شهرک نزدیکترین به شما. 2 نفرید شما، سومی خداست. 4 نفرید، پنجمی خداست. اینا را خواندیم ما. لذا چرا خدا را تشبیه میدید؟ برای خدا چنین مثلهای بیان میکنید. فلا تضربوا لله الامثال، بیان نکنید برای الله مثلها. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، بدون شک الله میداند و شما نمیدانید. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، 2 تا مثال دیگه خدا بیان میفرماید. الله بیان میکند مثل یک عبد را، یک برده را که مملوک است، مالکی دارد، صاحبی دارد. اما این عبد مملوک از قضا فلک زده هست، لا یقدر علی شیء، هیچ قدرت و هیچ توانی ندارد. اون فلک زده که گفتم دومی هست، این اختیاری ندارد. لا یقدر علی شیء، حتی نمیتواند که از طرف خودش یک قرص نان بگیرد. اون مال مولاست، هر چی که مولا دستورش بده. این را الله میفرماید، مثال بیان میفرماید. این از یک طرف، و من رزقناهم منا رزقا حسنا، اون کسی که ما بهش رزق دادیم رزق حسنا. اینا با هم یکی هستند. اونی که رزق حسنا دارد فهو ينفق منه سرا و جهرا، او خرج میکنه از طرف خودش سرا و جهرا، یعنی در خفا و در علن. اینها با هم برابر نیست. این مثال معبود به حق و معبود باطل است. معبود به حق الله است، هر چی بخواهید، در هر آن بخواهید، هر لحظه بخواهید، هر چی او بخواهد میدهد، او مرضیش باشد. یکی را زنده میکند، یکی را میکشد، یکی را مریضی میده، یکی را شفا میده، یکی را مال میده، یکی را فقیر میکند. خب این آیه برابر است با اونی که مثل یک برده هست که نمیتواند یک نان بگیره. عرض کردم خب این بقیه معبودانی که شما معبود قرار دادید و خدا قرار داد، اینا هیچ اختیاری ندارند. اینا به اندازه قطمیر، پوست عرض کنم که هسته خرما هم اختیار ندارن. ما یملکون من قطمیر. پس چرا اینها را میخوانید؟ این یک مثال. هل یستوون، آیا اینها برابرند؟ الحمدلله. از اینجا ثابت شد که تمام صفات الوهیت مال الله. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثرشان نمیدانند. و ضرب الله مثلا الرجلین، بیان میکند الله مثال 2 نفر را، 2 مرد را. احدهما ابکم، یکی از آن 2 تا لال هست. لا یقدر علی شیء، این همون فلک زده هست که گفتم هیچ چیزی نمیتواند بکند. و هو کل علی مولاه، او باری هست بر مولای خودش، بر آقای خودش. اینما یوجه لا یأتی بخیر، هر جا بفرستد او را خیر نمی آورد.
منظور اینه که غلامی هست، اون برده است، اونم ناقص، لال هست، ناشنوا هست، از نظر عقل کودن هست، فقط بار هست بر مولا. این میگه کاش که من این برده را نداشتم، فقط بهش خرج میده، برایش کاری نمیکنه، به هر کاری میفرسته خرابش میکنه چون نمیتونه. پس آیا این برابر است با اون کسی که همه چیزش برابره، همه چیزش کامل است؟ و من یأمر بالعدل هل یستوی هو؟ آیا این برابر است با اون کسی که یأمر بالعدل، به عدل امر میکند، راهنمایی میکند، ارشاد میکند، و هو علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیم است؟ اینا با هم برابرند؟ بعضا مثال معبود باطل و معبود بحق. معبود بحق الله است، هر چیز را میداند، شما را قدم به قدم راهنمایی میکند، در همه شؤون شما را راهنمایی میکند. اما معبود باطل اون که خودش لال است، خودش ناشنوا است، شما صدایش بکن، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اون صدای شما را نمیشنود، او از حال شما خبر ندارد، اون چطور میتواند مشکل شما را حل کند؟ بله، بعد از این دوتا مثال الله عزوجل باز هم دلائل را بیان میفرماید که در این دلائل اولا بحث غیب هست، علم غیب. ولله غیب السماوات والارض، فقط و فقط برای الله غیب آسمان ها و زمین، لا لغیره، لا استقلالا ولا اشتراکا. غیر خدا کسی غیب ندارد، نه به صورت مستقل نه به صورت شریکی. و ما امر الساعت الا کلمح البصر، بیان قدرت، هم علم غیب دارد هم قدرت دارد، این دوتا لوازمه. و ما امر الساعه، نیست امر قیامت الا کلمح البصر، مگر مثل چشم به هم زدن. چشم به هم زدن چقدر طول میکشد؟ یک پلک زدن چقدر طول میکشد؟ از این هم زودتر الله قیامت را برپا میکند. او هو اقرب، یا نزدیکتر از آن. ان الله علی کل شیء قدیر، بدون شک الله به هر چیز قادر است. والله اخرجکم، این دلیل دیگری هست، یا ششم یا هفتم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، الله شما را بیرون کرد، شما را زنده کرد از شکم مادرانتان که لا تعلمون شیئا، هیچ چیزی نمیدانستید، در اون حالت جاهل محض بودید. اما الله به شما علم داد و اسباب و آلات علم داد. وجعل لكم السمع والابصار والافئده، اون الله قرار داد برای شما، گوش قرار داد، چشم قرار داد، دل قرار داد. لعلكم تشکرون، شاید شما شکر گزار باشید، شاید شما تشکر بکنید. تشکر چیه؟ با عبادت خدا یگانه هست، ولی شما بجای تشکر به سوی غیر الله تمایل دارید. الم یروا الی الطیر، آیا اینها نگاه نمی کنند به پرنده‌ای که مسخرات فی جو السما، مسخر و تابع و فرمانبر است در جو آسمان. ما یمسکهن الا الله، نگه نداشته اون پرندگان را در اون آسمان مگر الله. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، همانا در این آیات هست، نشانات هست برای قومی که ایمان بیاورند، از این آیات و نشانات درس میگیرند، بهره میگیرند. والله جعل لكم من بیوتکم سکنا، الله عزوجل قرار داد برای شما از خانه هایتان سکن، یعنی خانه ها را موجب سکون و آرامش، مسکن برای شما قرار داد. وجعل لكم من جلود الانعام، و الله قرار داد برای شما از پوست چارپایان، بیوتا تستخفونها، خانه هایی که شما آنها را سبک میدانید. از پوست چارپایان، نه این خیمه سیاه، چادر سیاه، این را از پوست و از موی حیوانات میگیرند. لذا خانه هایی که تستخفونها، شما این خانه ها را، این خیمه ها را چی؟
برای شما سبک هستند. یوم ظعنکم و یوم اقامتکم. ظعن به معنی سفر، کوچ. وقتی که شما برای ییلاق و قشلاق این طرف اون طرف کوچ میکنید و روزی که اقامه میکنید یک جا قرار میگیرید، دیگه خانه هر جا با تو همراه هست. این ساختمان که برده نمیشه، اون را چارلا میکنی، روی شتر میگذاری، روی درازگوش میگذاری، هر جا میری. چقدر راحت انسان. اینه کی برای درست کرده؟ الله. لذا الله میفرماید یوم بیوتا تستخفونها، بیوتی که شما در آنها احساس سبکی میکنید، آنها را سبک میبینید. یوم ظعنکم، روزی سفر شما و روز اقامت شما. و من اصوافها و اوبارها و اشعارها، همچنین از پشم گوسفندان. اصواف بنویسید گوسفند. و اوبارها، از وبرشان، موی شتر را میگن وبر، پشم شتر. و اشعارها، و موی بز، گوسفند سیاه. اثاثا و متاعا الی حین، برای شما کالا هست، اساس هست، وسائل، همه نوع وسائل رفاهی. چه به عنوان فرش از اونها درست میکنید، نمد درست میکنید، فرش درست میکنید، چه چادر درست میکنید، چه لباس درست میکنید، همه چیز. و متاعا الی حین، و کالای بهرهگیری هستا مدتی. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، الله قرار داد برای شما از آنچه که خلق کرده، ظلالا، سایه. برای شما خدا سایه درست کرده. و جعل لكم من الجبال اکنانا، و قرار داد برای شما از کوها پناهگاهی در دل کوه شما درست میکنید. و جعل لكم سرابیل تقیکم الحر، و الله قرار داد برای شما جامه های، پیراهن هایی که تقیکم الحر، شما را از گرما حفاظت میکنند. و سرابیل تقیکم بأسکم، و همچنین پیراهن هایی که شما را از جنگ حفاظت میکنند. منظور لباس زرهی هست. اینا را همه را الله برای شما تدارک دیده. كذلك يتم نعمته عليكم، این گونه الله نعمتش را بر شما تکمیل میکند. لعلكم تسلمون، شاید شما تسلیم بشید. تسلیم الله ای توحدون، تسلیم بشید، کسی را با او شریک نگیرید، موحد باشید. الله این تمام دلائل را ذکر فرمود. فان تولوا، این متعلق به همه دلائل گذشته است. الله می فرماید فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ای رسول من، ای محبوب من، اگر انکار کردند، اگر پشت دادند، نگران نباش. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جز این نیست که بر تو رساندن پیام حق است به صورت مبین، به صورت آشکارا. یعرفون نعمت الله، اینها نعمت خدا را میشناسند، یعنی یقرون بانها من عنده. جلالین گفته اینها همه اقرار میکنند که نعمت ها از جانب الله. ثم ینکرونها، سپس اون نعمت ها را انکار میکنند. و اکثرهم الکافرون، اکثر اینها کافرند، منکر خدا هستند، منکر توحید هستند. خب بعد از اینکه الله تعالی فرمود فانما علیک البلاغ، ای حبیب من تو وظیفه را انجام بده، بیشتر نگران نکن خودت را. و یوم نبعث من کل امت، از اینجا تخویف اخروی، یعنی وقتی که اونها تسلیم نکنند به حال خود رها نمی شوند، الله بازخواست می کند. و یوم نبعث من کل امت شهیدا، روزی که ما مبعوث میکنیم، بلند میکنیم از هر امت گواهی، یعنی پیامبرشان میآیند بر علیه یا بله امت گواهی میدهند. ثم لا یؤذن للذین کفروا، سپس اجازه داده نمی شود برای کفار. به چی اجازه نداده نمی شود؟ فی الاعتذار،
عذر خواهی کردن. ولا هم یستعتبون، و نه از اونها توبه پذیرفته میشه، معذرت خواهی پذیرفته میشه. و اذا رأى الذین ظلموا العذاب، الله می فرماید هرگاه این ظالمان، این مشرکان و کافران ببینند عذاب خدا را، فلا یخفف عنهم، هیچ مقداری از اونها تخفیف نمیشه مطلقاً. ولا هم ینظرون، و نه آنها مهلت داده میشوند. و اذا رأى الذین اشرکوا شرکاءهم، هرگاه ببینند کسانی که شرک کردند شرکایشان را ببینند، یعنی بزرگان خودشان را، اونایی که اینها اونها را کاری میدانستند، رئیس میدانستند، اون وقت به صورت اقرار جرم میگویند، اعتراف به جرم میگویند. چی میگویند؟ قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا، بار اله اینها هستند شرکای ما، الذین كنا ندعو من دونک، آن شرکایی که ما اینها را بغیر از تو میخواندیم، اینها همونهایی هستند که ما در دنیا از اینها استمداد میکردیم. فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون، اون شرکا سخن را میاندازند، یعنی سخنشون را رد میکنند، سخن میاندازند، ابراز سخن میکنند، اظهار نظر میکنند، میگویند شما دروغ میگویید، شما ما را عبادت نکردید، بل كنا عن عبادتكم لغافلین، ما که از عبادت شما بی خبریم، کی شما ما را صدا کردید، کی ما را پرستش کردید. و القوا الى الله یومئذ السلام، با هم بحث میکنند، هم دیگر را تکذیب میکنند، اما در محضر الله هر دو گروه تسلیم، خدایا ما اشتباه کردیم. و القوا الى الله یومئذ السلام، سلام یعنی صلح را در آن روز القا میکنند، پیشنهاد میکنند، ببخشید تسلیم را. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، ضل بمعنی بطله، الله میفرماید هر چی که در دنیا افترا گفته بودند همه باطل میشه. یعنی چی؟ یعنی اونجا هیچ چیزی به دردشون نمیخوره. در دنیا میگفتن معبودان، خدایان، آلهه، اونها شفاعتی نمی کنند، اصلا باطل میشه همه سخنان اونها. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، تخویف اخروی، آنانی که کفر کردند باز داشتند از راه الله، هم ضلال است هم اضلال، کفروا ضلال، صدوا اضلال. زدناهم عذابا فوق العذاب، می افزای ما در اونها عذابی را بالای اون عذاب اول، یعنی غیر از اون عذابی که به دلیل کفر و شرک است، عذاب دیگر می افزاییم، این به دلیل گمراه کردن دیگران است، اضلال. بما كانوا یفسدون، به سبب اینکه اینها فساد میکردن، یعنی به دلیل اضلال بنویس. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، الله می فرماید روزی که ما مبعوث میکنیم، بلند میکنیم از هر امتی، از امتهای گذشته، شهیدا علیهم من انفسهم، گواهی میآوریم از خودشان که با اونها همراه بوده. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، ای پیامبر ما تو را به عنوان گواه بر این امت تو می آوریم. بر امت پیغمبر گواه میشه، اما خواندیم قبلا این مطلب را که پیغمبر میگه و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، بار الها تا زمانی که در میان اونها بودم من حاضر بودم، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم. من این جمله عیسی را تکرار میکنم. لذا الله می فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این دلیل وحی است، ما کتاب را نازل کردیم که بیان کننده هر چیز است. ببین قرآن بیان کننده هر چیز، منظور هر چیزی که ما نیاز داریم در شریعت خودمان، در زندگی خودمان. تبیانا بعضی گفتن للحلال والحرام، لکل شیء را گفتن حلال و حرام.
بعضی گفتن لكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام معالم التنزيل. همه مفسران شبیه این عبارت دارند، لذا نازل کردیم کتاب را که بیان کننده هر چیز است و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین. این کتاب هدایت است علما و رحمت است عملا و همچنین بشرا برای نجات، مژده دهنده هست برای مسلمانان. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل